من شاید ایده جشنواره 3 سال پیش در ذهنم خطور پیدا کرد، به این دلیل که می‌دیدم به خصوص نسل جوانمون با توجه به زندگی شهری که یک زندگی خسته کننده بود. بعدش هم ما اگر بخوایم حساب بکنیم بعد از 8 سال جنگ تعمیلی، بعدش هم بازسازی، مردم ایران به خصوص خوزستان از نظر روحیه، از نظر خستگی تقریبا یه مردم افسرده‌ای داشتن میشدن. ما با توجه به شغل روزنامه‌نگاری که داشتیم در بین مردم بودیم، احساس کردیم که مردم به یه فضای شور نشاطی نیاز دارن تا یه تجدید روحیه‌ای بشه، یه اعتماد نفسی بشه براشون برای زندگی سالم. ایده جشنواره ایده‌ای بود که میتونستیم از این مسیر، از این در این زمینه شور و نشاط رو به مردم بالاخره با توجه به همین برنامه‌های شادی که تو جشنواره وجود داره بتونیم یکم مردم رو رویشون شاد بکنیم، زیرا در سایه رویه شاد مردم میتونن یه زندگی سالمتری داشته باشن، یه تنی سالمین داشته باشن. وقتی یه جامعه از نظر روانی سالم باشن، آرامش داشته باشن، مطمئنا از پس مشکلاتشون بیشتر میتونن بر بیان. این بود که ایده جشنواره تو ذهنمون خطور پیدا کرد. بالاخره هر ایده‌ای که بخواد عملی بشه باید یه مدتی تو ذهن باید سبک سنگین بشه، بالا پایین بشه. ما هم 2 سال ایده جشنواره تو ذهنمون بالا پایین کردیم، تقریبا سبک سنگین کردیم تا زمینه برگزاریش آماده بشه. ولی به صورت تقریبا تشکیلاتی من 3 ماه که به صورت تشکیلاتی با طایفه ابتدا اومدیم برنامه‌های کوهنوردی گذاشتیم. روزهای جمعه در ماه 1 جمعه برنامه کوهنوردی میذاشتیم، تمام همتبارانمون رو دعوت میکردیم، میرفتیم تو فضای طبیعی کوه، فضای آزاد کوه صحبت میکردیم. بعد خلاصه پیشنهاد میداریم، اطلاعاتشون میگرفتیم، ما خلاصه راکار میدادیم که ما همچنین برنامه داریم برای فروردین که جشنواره را عملی بکنیم. بعد خلاصه همتواران هم همراهی کردن، جلسات بعد از کوهنوردی معاینه جلسات هفتگی میذاشتیم، کمیته های تشکیل میدادیم تا اینکه زمینه فراهم شد که ما 11 فروردین یک گریزی هم بزنیم که ما طایفه میلاسی، طایفه از نظر جمعیتی طایفه بزرگی هستیم در چهارمحال بختیاری، در کوگیلوی بورحمد، در خوزستان و بیشتر شهرها و استانهای دیگه. اینو به خاطر کم کردن مرز جغرافیاییمون و شناخت همدیگر طوایف گفتیم هم این زمینه‌ای بشه که بتونیم هم طایفه میلاسی رو جمع کنیم دور همین که جوانامون با توجه نسل جدیدمون یکم فاصله بین نسل‌ها افتاد. بیشتر مثلا پسر من شاید پسر عموش خیلی کمتر بشناسه، اینه که گفتیم هم این فاصله رو کم بکنیم، همین که مرز جغرافی طایفه میلاسی بخواستیم کوتاه‌تر بکنیم، هم در اصل هدف ما اصلیمون این بود که یه نشاط و شادابی به مردممون بخصوص به طایفه بدیم که بتونیم حداقل خیلی با صمیمیت بهتری، با نشاط بهتری در کنار هم باشیم. بعدش هم اطلاع دارین که ما اقوام همین جشنواره میتونه فاصله به قولی فرهنگی کمتر بکنه، میتونه از نظر فرهنگی اقوام و هم نزدیکتر بکنه. همین ما با اینکه تجربه اولمون بود دیدی که شور اشتیاقی که مردم به جشنواره‌های فرهنگی دارن خودشون امروز نشون دادن. خودجوش شاید خیلی با اینکه ما اطلاع رسانی کردیم، ما تا شاید 2 روز قبل ما مجوز برگزاری این جشنواره را از استانداری خوزستان و فرمانداری باغبان گرفتیم، یعنی بدون تبلیغات. بین مردم این جمعیتی که شاید در حدود 5-6 هزار نفر بود خودجوش اومدن. این نشون میده که مردم ما بخصوص مردم طوایف، بخصوص طایفه خودمون نیاز به نشاط و شادابی دارن تا در کنار این نشاط و شادابی بتونن با صمیمیت